کسل مندی من حال یمن مندی من ادا بول من جان و جهان منی گل و ریحان منی سول باریک مندی من تمام بول من Gözlerimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. کسل مندی من بالم کسل مندی من حال یمن مندی من ادا بول من جان و جهان منی سلام چوبوی خوش آشنایی با مردمی دیده روشنایی. السلام علیکم بیننده های عزیز تماشابینان شبکه تبریکاتی شهنان. امروز جماعت ما در دهه خوشمنظره میرانکل برای تبریک کردن گوخارانه که جشن زادروز دارند و نبیره خاندان که امروز افروزبانا اولین بهار عمر خود را در این کاشانه زیبا جشن گرفته استادیم. از نام فرزندانشان، از نام 3 دختر و 1 پسرشان، مادر عزیز را، نبیره خاندان را تبریک میگوییم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفته. السلام علیکم مهمانان عزیز. السلام علیکم پدران مادران مهربان.
جهانگیرکه همه شمایان را به امروزه روز خرسندی و زادروز و روز تولد مادر عزیز خاندان گوهرانه و جشن یک سالگی دخترک نازنین که اولین میلاد عمر را در روز زادروز مادر کلان خود جشن گرفته ایستاده است و روز زادروز افروزبانو خوش آمدتان میگویم از نام فرزندان عزیز. السلام علیکم. گوهرانه زادروز مبارک، روز تولد را میلاد عمر را مبارک باد میگویم. اینا بینید که امروز در روز خرسندی در روز زادروز شما از طرف خداوند کریم که از همه تحفه بی‌بهاترین است با نام طفل نازنین عبیره شیرین در روز خرسندی شما به دنیا آمده است. البته خدا کند که مانند شما پیر شود، جهانگیر و جهان دیده شود، حضور و حلاوت فرزند و نویره و عبیره ها را دیده گردید. امروز جشن زادروز مبارک. امروز از نام سه دختر نازنین، از نام شاهسلطان خاندان شاهپسر اصیلتان شما را تبریک میگویم. مادری بدیل نزدیکی من از این فرزندان میگویم مادری جان جان ما، از خوردی هم پدر هم مادر شده بعد از درگذشتن پدرمان با یک زحمت ها با یک پستی و بلندی های زندگی ما را به وای رساندند. چه زحمت ها کشیدن، چه مهنت های حلال کردن، هر آن کرده کارشان را حضور و حلاوتش را از پشت ما فرزندان بینند. بعد از خداوند یگانه انسانی که باوری میکنیم نامش مادر است. مادری ما هستند، همیشه صحت سلامت باشند، هیچ وقت درد و غم دنیا را نبینند، در سر ما فرزندها همیشه سایبان باشند. امروز روز خرسندی است. پیغمبر خدا هم فرمودند با آنقدر زیبایی و ناتکراری بهشت آن جنت را زیر قدم مادران میخوابانیم. بهشت در زیر قدم مادر است میگویم. امروز باشد یکی از آن انسان‌های خاکسارترین مادری مهربانترین این شما البته گوهرانه جشن زادروز مبارک برایتان از نام فرزندان عزیز میگویم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری بماند به او را سالها پرورده‌ام، می نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. امروز گوهرانه فرزندان میگوید ما همین دعای مادر گرفتیم، راضی رضایی مادر گرفتیم، همین درجه های بلند برسیدیم. مادر ما برای ما مهنتی حلال کرده، لقمه حلال که ما را به وای رساندند. هزار رحمت. ما برایشان چقدر مهنت کنیم، چقدر کار کنیم کم است، چرا که شب را تا صبح پیوست کردن در سر گوهره و الله‌های ناز خواندند. ما را از هیچ کس کم نکردن به وای رساندند. بزرگترین شخصیت در حیات ما این مادر است. چشمه خشک نشونده و البته مهربانترین زن برای ما مادر است. روز خرسندی مبارک. امروز گوهرانه برای افروزبانه از نام شما میگویم خدا که نگه کلام شود و خدمتگار و دستیار شما باشد. آفتابکی من شام ما سحر شد، آفتابکی من شام ما سحر شد، کفتری سپه از لانه بدر شد. برخیز با هم یک جایه باشه و کفتران لانه بسازه، دانی ثوابی خود بکشه. افسانه یکی خواندم و بالینت، برای خواب و آرام و شیرینت. حقیقت بود از زندگانی، تا خوب و بد را تو بدانی، قدم برای بد نمانی. البته امروز روز خرسندی است. برای گوهرانه البته گلدسته هایی تر تازه تیار کردیم. مهمانان خرسک زنیم بگر گلدسته را میسپاریم. زادروز مبارک باشد. انگشترین طلا از نام فرزند و نویره ها برای خانجون طلای خاندان مبارک باشد. مبارک باشد.
باشد. زادروز مبارک. میلاد پورا مبارک باد میگیم. مبارک باشد. مبارک باشد. روز خورسندی را مبارک باد میگیم. و البته برای آنا جان عزیز مهربان خانواده عکس‌های زیبا تیار کرده ایم. حاضر تبریک کرده شوانگر. مبارک باشد. گوهران روز خورسندی را مبارکباد میگیم. البته برای شما در اینجا یک پرتلت کباب تیار کردیم از نام فرزندان. مبارک باشد. مرحبا پیشکش میکنیم. مبارک باشد. جهانگیرکه را نیز به صحنه تکلیف کنیم. جهانگیرکه و سه دختران شیرینی را میبریم همراهی مادر بهشت خاندان از آن تناول میکنیم. مرحمت. День рождения
هستید. حاضر من از نام شما خواهرانم تبریک میکنم. بعد هر یک سخنهای اثباتش کردی با رقص های اثبات میکنیم. کنی خواهری کلانی کلام از شما سخنهای تبریکاتی رو شنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز به همه ما و شما معلوم است که امروز روز زادروز آنا جانم و جانکم افروزه های شده ایستاده است. من به آنا جانم و افروزه های صحت و سلامتی عمری دراز می‌طلبم. باز یک بار زادروزتان مبارک. تشکر می‌گویم زادروز مبارک. این است مادران عزیز بانوان یک جشن باید را همراهی گوهرانه و رقص و بازی خرسندی شادیانه تکلیف میکنیم. امروز که روزی خرسندی است در این خانه‌ها برقصیم خرسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحبا.
من بیننده های عزیز، امروز بعضی محال دوام دارد، لیکن ما کار خود را با آخر رساندیم، همراه شمایان با هم دیدیم. در یک روزهای خرسندی با چنین کیفیت اعلی، با چنین شکوه اعلی، جامعه شهنان در خدمت شما هستند. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.